اینقدر مردم به خاطر گوش خریدن در یک دکان گوش فروشی منتظر نوبتشان استاد بود که تمام مردم این شهر و حتی پلیس هم از همین دکان گوشت میخرید، ولی تا دیروز در دکان اینا پشم پر نمیزد که امروز قطار مشتریایش نام ختم شدن نمیگرفت، به صورتی که صاحب دکان قیمت گوشت بالا میبره، اما این مردم بازم میخواست از همین دکان گوشت بخره. لیکن همین دو روز پیش صاحب دکان نبی کوکبندی و زنش نازیه جغجغ به خاطر نچلیدن دکانشان خیلی پریشان بود که اینا دمی باره فکر داشت. یک دم یک چند نفرای سبزی خور در سر دکان اینا حمله کرده، دکان اینا را گوی در گو میکنه. نبی کوکبندی وقتی که اینا را نمیبانه این سبزی خورا گویی رم زده میکشه و بعد از این نبی پریشان شده به دیدن دوستش میره که هم صاحب خیلی دکانای گوش فروشی و دکاناش خیلی خوبش میچلید، لیکن اینا به جای دلپری و حوصله دادن چیزای قیمتی خود نشان داده اینا را کونشان میسوزانه و برای نبی یک سلای شاتگانی را هم توفه میته. و وقتی که زنشوی پس خانه میرفتن، نبی یکی از همون نفرای سبزی خور میبینه که سر دکان اینا حمله کرده بود و به خاطر انتقام گرفتن نبی میخواست یک درس خرد برش به تعمی که میگه که موتر زده فقط از بایسکل بغلطانمش، ولی یک دمی بچه زیر موتر شده میمره که نبی ترسیده میگه ما باید پلیس زنگ بزنیم، لیکن زن شیطان جغجغیش میگه او لودکون ایره پارچه پارچه کده در کثافتدانی باید بندازیم و گپ زنش گرفته بسته شوی بچه را پارچه پارچه کده در داخل یخچال میبانه. و وقتی که نبی کوکبندی صبح از خواب بیدار شده میبینه زنش نفهمیده این گوشت انسان در یک زنکه فروخته و سر زنش بسیار کلش خراب میشه و پیش از اینکه زنش از پیش نبی دلیل کله خراب بودنش پرسان میکرد که دمی بین او زن دوباره در دکانی نامیای و از دست طرز گوی نبی رفته است بود، لیکن زن میگه صبحی که ما از پیش تان گوشت برده بودم بسیار مزهدار بود، حالی هم دوباره به خاطر همو گوشت آمدیم که نازی جغجغی در دلش میگه اس نیست کدام کاسه زیر نیم کاسه از بعد از رفتن مشتری. نازی زوتی که دست پیش نبی پرسان میکنه چی گپ است و نبی هم تمام چیز راست میگه که کدام گوشت گو خوک نیست، گوشت همون نفر سبزی خور است که دیروز زیر موتر ما شفتر شده بود که بعد از این ما بسته شو خود در پارچه کردنش تیر کردم و فعلا هم باید ما هر چیز زودتر میشه گوشت رو در کثافتدانی بندازیم. لیکن یک دم اینجا یک مشتری دیگه میای که هم پشت همین گوشت آمده بود که از دهن همو زن شنیده بود و بعد از این تو سایکده در پیش دکان اینا یک قطار دراز منتظر گوشت خریدن میباشه، چون که تمام اینا هم از دهن همو زن تعریف گوشت شنیده اینجا آمده بودن. دشکم زن خو یک گپ رفت فکر کنه نو گپ در دهن بی بی سی رفت و یک روز نبی و نازیه تمام گوشتای انسان فروخته بسیار پیسه پیدا کرده بودن که شوش نازیه جغجغی بر نبی میگه ما باید امیر رقم تجارت خود ما را پیش ببریم، چون که فرداش پیش ما هیچ چیزی نیست که بعد از اینا به خاطر شکار در یک رستوران میروان که در اینجا یک نفرش کمبه گوره میبینه که به خاطر چلاندن دکان یا تا دو روز بس میکرد و وقتی که اینا پس خانه میرفت نبی چاقو را گرفته از پشت اشکمبه گو دویده میره، لیکن نبی برای کارا نه بود، از همین خاطر ترسیده میلرزه. اما زن شیطانش یک گارسون دیگه را گپ داده به خاطر تق و پق خانه آورده بود که برای نبی میگه حالا دیگه کاری را خلاص کو، لیکن دل نبی نمیشد، ولی نبی همی که میبینه ای بیناموس خلت چلق منتظر زنش است و قارش آمده زده گوی نفر میکشه و پلیس هم سر اینا شک نکنه به همین خاطر مترسکلی نفر هم در دریا میندازه و بسیار به مزه و عشق بسته شو به خاطر صبح گوشت تیار کردن میگیرن و خیلی به زودی زن شوی د کار قدر ماهر میشه که شکار پیدا کردن و دلیل ثبوت گم کردن برای اینا قدر آسان شده بود مثل او خوردن واری، ولی گوشت دکان اینا در بین مردم شهر قدر مشهور شده بود به صورتی که قیمت گوشت بالا میبره. بازم در پشت دکان اینا صبح تا شب مشتریا قطار منتظر استاد میشه، چون که مردم هر رقم شو فقط دمی گوشت میخواست بخره. ولی یک شو پلیس به خاطر نفرای گمشدگی شهر پیش نبی گپ زدن آمده بود که یک دم سگ نبی هم دست یک انسان در دانش گرفته میاره که از قسمت خوبی نبی پلیس سگ نمیبینه، ولی نبی بعد از این اتفاق بسیار ترزده شده بود و فعلا تصمیم میگیره که کارا را الکنه، لیکن زنش نازیه جغجغی اصلا نمیخواست الکنه، تا به خاطر شکار بادیش هم دوست پسر دختر خود در شکار خود آورده بود. اما نبی یک رقم کده بچه را پس خانش روان میکنه، او یک گپک است نه به خاطر پټاقی پنجی را باخ میت، اینجا به خاطر پټاقی کم مانده بود جان خود از دست بته و فردایش هم به خاطر خریدن همو گوشت قطار مشتری جمع شده بود. لیکن وقتی که برای مشتری ها میگه ما فروختن گوشت بند کردیم که تمام مشتریایی را دو زده جگرخون شده از اینجا میره و خدا بر زنا دیگه موقع نتاگه داد این تو تانه دادن میگیره. به همین خاطر اصحاب نبی خراب شده، امرای سگش بیرون قدم زدن میره، لیکن یک چند نفرای سبزی خور امرای نفرای حیوان دوست زن نبی را اختطاف میکنه و به خاطر نجات دادن زنش نبی سر اینا حمله کرده تمام نفرا را میزنه. لیکن فعلا پلیس هم در تحقیقات خود متوجه شده بود نفرایی که از شهر گم شده همین زن شوی پشتی کارا دوست داره که بعد از این پلیس هر دو اینا را گرفتار میکنه که در آخر قاضی اینا را گناهکار گفته عمر قید سزا میده. لیکن شما بگین آیا نفرای بیگناه را اینا کشت فقط عمر قید زندانی برای اینا کافی است یا گوشتی را که شما میخورین آیا میفهمین اطمینان دارین او گوشت حلال است، از خر است، از خوک است یا از انسان یا از سگ؟
پس شما هم متوجه باشید هر چیز مزه داده گفتم تو شمپوت نخورین. مثل که نادیه نادیده لوبیا رو نادیده خورد. و دوستا فیلمایی را که من دوبله میکنم اول در یوتیوب، در فیسبوک، در تیک تاک میبانم، بعد از یک روز بعد فیلم اصلیش با دوبله فارسی یا با زیرنویسی فارسی در کانال تلگرام و واتساپ خود میبانم. و اگر از ویدیو خوشتان آمده باشه ویدیو را لایک، صفحه را فالو کنید.